شغلم راننده بود، کار کاسبی می‌گشت، می‌رفتم خرید گوسفندواری. حالا الحمدلله بدی نیست، خوبی هم نیست. سطح دارد بالاخره این کار. صبح یه جور دیگه، شب یه جور دیگه. شب دوزش باید بترسی، روزش زدنم آزاده یه جور دیگه. سخت کارم اینه که شب که سک فک میزنید باید از خواب بپری بالا، دوز نبینه. رفیقامون الان رفتن دفعه باشونو بستن، گوسفندشونو بردن، زدندشون، نمیدونم از چه طرف میدوزن. خیلی کارش سخت. چند وقت یه رفیقامون اومده بودن دو نفر، خلاص دورشون ریخته ریخته بودن چایشون. کاکائو آورده بودن، خلاصه داده بودن بهشون، خورده بودن، گفته بودن استوریسی از آقای پیرمرد. در مناظر رو زلتر اومد، دور و برم گرفته بودن، 3-4 نفرم بودن، هر میز تفنگم داشتن. دو نفر با موتورم بودن، بعد دو نفر با ماشین پژو با ماشین سفید، حالا پرنده بود نمیدونم. دیوارا سولاخ کردن. دقیقه 90 موندن زنگ بود، آرام بریده بودن که گوسفند رو ببرن. از خوابی داشتم اومده بیرون، خلاص نه دیوار سولاخ است، گوسفند رو خریده باشن چون همه پرواری زیت گرفته، پرواری سی داشتیم یه گوشه گذاشته بودن. اون خشکه واسه گوسا چاق واسه گذاشتن فرار کرد. یه او آدم رفیق آره بیرون سلاشون زدم و گفتم گوسفند قاطی شدن، پرواری با گوشه که نترسن. ساعت 2 یه ساعت بعدشون ساعت 4 از بهار است، ساعت 4 رو کم 4 رو بود زنگ زدیم ساعت 6 که حتما با سر رای جینمون درگیر پیدا کنم. گفتم ایشون چه جوری حافظ مالی مردی مالی که باید از زیرش برده مالی است، 50 است. اگه یکشون بذار یه دوریال گیرد به سمندازه یه دوریال ضرر کرد. سرم درد میکنه تا پشت کلم، آی نمیدونم برایم دنبال گلم.